آیا می دانستید بزرگترین امپراتوری تاریخ آن روزگار در یک تنگه کوچک آب به دست مشتی ملوان یونانی از نفس افتاد؟ چگونه ممکن است 1000 کشتی در برابر 300 کشتی همه چیز را ببازند؟ داستانی که امروز روایت می کنیم پاسخ همین پرسش است. داستان روزی که دریا رنگ سرنوشت جهان را عوض کرد. سال 480 پیش از میلاد، خشایارشا شاه شاهان ایران، فرزند داریوش بزرگ، با لشکری چنان عظیم به سوی یونان روان شده بود که به روایت مورخان باستان وقتی سپاهش از رودخانه ها می گذشت، آب رودها خشک می شد و به کام سربازانش فرو می رفت. گفتند نزدیک به 1 میلیون رزمنده از 40 ملت گوناگون زیر پرچم او گرد آمده بودند. تیراندازان سکایی، جنگاوران مصری و در قلب این طوفان انسانی جاودانان، 10,000 محافظ برگزیده شاه که هرگاه یکی می‌مرد، بیدرنگ جانشینی جای او می‌ایستاد تا شمارشان هرگز کم نشود. پشت سر این سپاه بیکران، ناوگانی از هزاران کشتی جنگی روی آبهای اژه شناور بود. خشایارشا برای عبور از تنگه هلسپوند پلی از کشتی‌ها بر دریا بست و چون طوفان آن پل را در هم شکست، گویند فرمان داد دریا را با تازیانه بزنند و به قل و زنجیر بکشند تا آبها بدانند شاه شاهان از هیچ نیرویی حتی از خود طبیعت فرمان نمیبرد. در برابر این طوفان، یونان، سرزمینی خرد و پراکنده، غرق در نزاع‌های داخلی شهرهایش، تنها یک امید داشت. مردی به نام تمیستوکلس، دریاسالار آتنی که بدانست در دشت باز هیچ سپاهی یارای ایستادگی در برابر این سیل را ندارد. او دریا را برگزید و دریا را نیز نه دریای باز که تنگه‌ای باریک به نام سالامیس. پیش از نبرد بزرگ 300 تن از دلیرترین مردان یونان به فرماندهی لئونیداس در گذرگاه تنگ ترموپیل ایستادند تا سیل عظیم را چند روزی باز دارند. آنان می دانستند که مرگ در انتظارشان است. اما ایستادند، جنگیدند و تا آخرین نفس شمشیر و حتی دندان بر دشمن فرود آوردند. خونشان بر سنگ‌های ترموپیل نخستین سطر حماسوکسی بود که قرار بود در سالامیس به اوج برسد. آتن سقوط کرد. شعله‌های آتش معبد آکروپولیس را بلعید. مردم آتن خانه و شهر خیش را رها کرده و به جزیره سالامیس گریخته بودند و از دور دود خاکستر میهن خیش را مینگریستند. در آن ساعت سیاه بسیاری از سرداران یونانی فرمان عقب نشینی را بر زبان آوردند. اما تمیستوکلس با نبوغی که تاریخ کمتر مانندش دیده، نقشه‌ای شگفت‌انگیز ریخت. پیامی مخفیانه برای خشایارشا فرستاد. پیامی که ادعا می‌کرد یونانیان در وحشت و پراکندگی‌اند و در دل شب اسب گریز دارند. شاه بزرگ که غرورش اجازه نمیداد شکار خیش را از دست بدهد، فرمان داد ناوگان عظیمش تنگه سالامیس را در تاریکی شب محاصره کند تا هیچ کشتی یونانی راه گریز نیابد. خشایارشا حتی تختی زرین بر بلندای کوهی مشرف بر دریا نهاد تا با چشمان خیش لحظه نابودی یونان را به تماشا بنشیند. اما آنچه او نمی‌دانست این بود که تنگه سالامیس دامی بود که خود تمیستوکلس آن را چیده بود. سپیده که دمید، دریا کنده بود از بادبانهای ایرانی، ردیف اندر ردیف، بیشمار
چون جنگلی از چوب و برنز بر گستری آب. اما در آن تنگنای باریک عظمت شمار دیگر برتری نبود، نفرین بود. کشتی‌های بزرگ و سنگین ایرانی در آن آب‌های تنگ به یکدیگر می‌خوردند. پارو در پارو می‌شکست، صفها در هم می‌ریخت و پیش از آنکه نبرد به راستی آغاز شود، ناوگان بزرگ شاهنشاه در دام هندسه خیش گرفتار آمده بود. آنگاه کشتی‌های سبک و چابک یونانی با پیکره‌های سه‌ردیفه خیش از میان این آشفتگی چون تیغه‌های تیز به حرکت درآمدند. منقارهای برنزین دماغه کشتی‌ها پهلوی ناوگان عظیم را می شکافت. آب دریا رنگ سرخ خون به خود می گرفت. فریاد ملوانان، بانگ شیپورها و صدای شکستن چوب در آن تنگ چنان می پیچید که گویی خود دریا نیز به فریاد افتاده بود. کشتی از پی کشتی به قعر آب فرو می رفت و امواج سالامیس دیگر آبی نبود. دریایی از تکه‌های چوب، سپر و اجساد سربازان سرزمین‌های دور بود. بر بلندای کوه، خشایارشا، شاه شاهان که آمده بود تا فتح خویش را تماشا کند، اکنون ناچار بود شکست ناوگان بیمانند خود را با چشمان خویش ببیند. گویند از خشم و اندوه جامه بر تن درید و در سکوتی سنگین روی از دریا برگرداند. تا غروب آن روز بیش از 200 کشتی ایرانی در کف سالامیس آرمیده بود، در حالی که یونانیان تنها اندکی از ناوگان خیش را از دست داده بودند. غولی که قرار بود جهان را زیر پای خیش له کند، در تنگه‌ای باریک به زانو درآمده بود. سالامیس تنها یک نبرد نبود، مرزی بود میان دو سرنوشت. اگر آن روز دریا رنگ دیگری به خود می گرفت، شاید امروز از دموکراسی آتن، از فلسفه سقراط و افلاطون، از تئاتر یونان هیچ نشانی در تاریخ نبود. اما دریا آن روز جانب اندک شماران دلیر را گرفت و جهان برای همیشه مسیر دیگری در پیش گرفت. این بود حکایت سالامیس، روزی که دریا بر شن ساحل نام آزادی را حک کرد.